شلال گدو اندام دسته هفپیمانی را گهاند کو هاول جبو چار سرکرنا کریزا سوریه بردوامن و دا خویاکرن کو ببه چار سرکرنا دوزا کردی کریزا سوریه نه چار سرکرن. شلال گدو را گهاند کو همو هولن ناف دولتی دریا دیپلماسی و جبوی چار سرکرنا کریزا سوریه بردوامن ولاتین زلهز هر یک لگوری برجواندین خوا روله ده دیتنا چار سریه که جبوی کریزا سوریه دبینن جبر و چنده چارن ویسا پیش روژا سوریه ده دست سوریه ده نمای بو پرسک جهانی و ناف دولتی. اندام دسته هفپیمانی دا زانین کو دا همو کنگرو پانلکی دا وانوکا انکسو اپوزیسیون بحثا روشا سوریه کرنو به تایبتی دوزا گل کردو پرسا حفرینه جبر امجار جه گرینگین الجموان. شلال گدو اندام دسته هفپیمانی بهتر گوت کو به چاره سرکرنا دوزا گل کرد ل روجاوای کردستان کریزا سوریه نه چاره سرکرنو تکازی لسر و چنده کر کو پیوستا دوزا کردی وره چاره سرکرنو رولکا مازند دستورانو سوریه ده ببینه. جه سال 2011 و شورش سوریه دست بکریه و حتی وک ایروژی گلین سوریه آرامی ندیتنا اوجی پشتیوه چندته کو چندین کنگرش بوی چاره سرکرنا کریزا سوریه هتنا انجام دان حتی وک ایروژی او کنگر نگهشتنا چاره سریه که یک جاریش بوی کریزا سوریه.